بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. غزوه بدر صغرا یا حمراء الاسد، وقتی که در دامنه احد صحابه را شهید کردند و به زعم خود انتقام خود را گرفتند، اعلاناتی کرد از طرف ابو سفیان. آل و حبل هم گفته شد و فلان فلان گفته شد، اون چیزهایی که آخر ابو سفیان پیغام فرستاد که در سال آینده در میدان بدر وعده نبرد است. لذا سال دیگر در همین تاریخ صحابه آمادگی کردند و به همون میدان بدر رفتند که از اون طرف مشرکین بیاید. مشرکین دیگه این پیروزی را برای خود غنیمت حساب کردند و کافر دیگه زود نمیشه آمادگی کند، تجهیزات کافر زیاد است. ابو سفیان به موقع وعده مصلحت ندید که بیاد برای نبرد و تقریبا دیگه متوجه شدن که با شان و شوکت صحابه آمادگی نبرد دارند و اون یک به اصطلاح پیروزی چند ساعتی برای آنها میسر شد. گفت اگر این دفعه بریم لازم شکست میخوریم. لازم نزدیک این میاد شخصی را به نام نعیم ابن مسعود اشجعی برای این که صحابه را مرعوب کند به مدینه فرستاد و هزینه داد که برو اونجا تبلیغات کن که تجهیزات بسیار بزرگی برای شما آماده شده. مردم تمام جمع شدن، هدفش این بود که صحابه به میدان نیایند و لحاظ بدنامی دیگه برای صحابه ثبت بشه. الله سبحانه و تعالی صحابه بسیار بجوش شدن وقتی این تبلیغات که دشمن شما تجهیزات ادعا و عده عظیمی جمع کرده و آمادگی دارد، صحابه حسبنا الله و نعم الوکیل گفتن و به میدان آمدن. دیگه ابو سفیان نه آمد. اونجا یک بازار چند روزی هم منعقد شد. صحابه اونجا تجارت کردند و بدون ضرر با سرمایه بزرگی برگشتند. اونجا یک بازاری همونطوری که به اصطلاح عرضه کالا میکنن در چند روز در یک جای، همونطوری بازاری اونجا منعقد شد. همین غزوه بدر صغرا یا این حمراء الاسد میگن. الذين استجابوا لله وللرسول من. خب یک دیگه اینها وقتی رفتن مقداری این ضربه را زدن به صحابه و برگشتن به حمراء الاسد که رسیدن، بعد گفت او مقداری زنده ماند، برگردین همه را استیصال کنید. صحابه را رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور آمادگی داد که دشمن را باید تعقیب کنید. این تعقیب و این آمادگی دیگر روبی در دل اونها افتاد، برنگشتند. صحابه تا حمراء الاسد رفتند و برگشتند. این همون داستانها را الله تعالی دارد بیان میکند. الذین استجابوا لله، اونهایی که جواب دادن برای خدا و رسول من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه به آنها رسید زخم تازه. صحابه 70 که شهید شدن، تعداد کثیری زخمی بودن، زخمی ها هم کم نبودن. با همین زخم هم جواب الله و رسول را دادن. و برای آنهایی که احسان میکنن از این صحابه از صمیم قلب واتقوا، از خدا میترسن، اجر عظیم، اجر بسیار عظیمی قرار دارد. این اجر عظیم و مبتدا مؤخره. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم. این خبر مقدمه. خب این خبر مقدم با مبتدا مؤخر باز خبر میشود برای الذين استجابوا لله والرسول. الذين قال لهم الناس، حالا این الذين قال لهم الناس بدل از اون الذين استجابوا، اون مبدل منه. آنهایی که گفتن برای آنها مردم قبیله عبدالقیس
که ان الناس قد جمعوا لكم، از قبیله عبدالقیس شخصی به نام نعیم ابن مسعود اشجعی آمد و در میان صحابه تبلیغات کرد. خب الذین استجابوا لله و رسول کسانی که گفتن برای آنها مردم های قبیله عبدالقیس شخصی به نام نعیم ابن مسعود اشجعی که ان الناس قد جمعوا لكم، الناس مراد اهل مکه و من حول، مردم جمع کردن برای شما عده و عده کثیری و سامان بسیاری. عده به معنی سامان، عده و عده کثیری جمع کردن برای شما مردم عده و عده کثیری. فخشاهم، بترسید، اندیشه و خوف داشته باشید از آنها. این حرف هدفش این بود که صحابه به میدان نیان. فزادهم ایمانا، این تبلیغات سوی دشمن برای صحابه ایمان را افزایش کرد و صحابه با زبان گفت حسبنا الله، ما را کفایت میکند از عده و عده آنها الله و نعم الوکیل، و بهترین وکیل دفاع ما الله. خلاصه صحابه به اون میعاد رفتن به بدر، این بدر صغرا میگن، همراه الاسد میگن. دشمن نامد اونجا، تو این بازار تجاری صحابه تجارت کردن و با یک سرمایه کلانی برگشتن. فانقلبوا بنعمت من الله، برگشتن با یک نعمت تجاری از جانب خدا و فضلی که لم یمسسهم سوء، مس نکرده بود آنها را سوی. واتبعوا رضوان الله، اتباع کردن رضای الله را در این واقعه. والله ذو فضل عظیم، الله صاحب فضل عظیم هست، فضل بسیار عظیمی را الله سبحانه و تعالی عنایت خواهد کرد. انما ذالکم الشیطان، این تبلیغ کننده را که گفت ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الله تعالی شیطان میگه، نامش نعیم ابن مسعود اشجعی. انما ذالکم الشیطان، این کم زائده معنی ندارد. این خبر دهنده که ان الناس قد جمعوا لكم شیطان هست، یخوف اولیاءه، شما را تهدید کرد از اولیاء خودش. پول داده بود ابو سفیان، اون روزا مسلمان نبود، نعیم ابن مسعود اشجعی را که برو در مدینه این تبلیغات را بکن که ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمان اینها را اضافه کرد این تبلیغ. الله تعالی میگه این مخبر شیطان هست، شیطان عملیه در این واقعه. یخوف اولیاء، شما را تهدید میکند و تخویف میکند از اولیاء خودش. فلا تخافوهم، شما از اینها نترسید و خافونی، از من خدا تنها بترسید. این کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمنید از من بترسید، از دشمن چرا میترسید؟ ولا یحزنک الذین، تسلی برای پیغمبر علیه السلام که منافقین توی کفر میرفتن. لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر، مغموم نکند شما را، محزون نکند شما را ای پیغمبر اون کسانی که با سرعت تمام توی کفر میرن، یعنی توی اهل کفر میرن، دسیسه کاری میکنن. یهود هم میرفتن، منافقین هم میرفتن. چرا؟ انهم لن یضر الله شیئا، این کفار و منافقین، اینهایی که با کفار موالات دارن، همدستی دارن، تحریک میکنن بر علیه شما، این منافقین چند دفعه رفتن منافقین مدینه، اون یهود و نصارا، اینها رفتن اهل مکه را بر علیه پیغمبر تحریک کردن. تو الله سبحانه و تعالی فرمود اینهایی که با سرعت میرن توی کفر، اینها شما را مغموم نکنن پیغمبر. چرا؟ علت اول انهم لن یضر الله شیئا، هرگز اینها نمیتوانن به خدا ضرری بدن، یعنی دین خدا را. دوم یرید الله یجعل لهم حظا فی الاخره، الله تعالی اراده کرده تنها بر حرمان بس نیست، اراده کرده است الله تعالی که سهمی قرار ندهد برای آنها در آخرت و برای آنها عذاب عظیم هست در آخرت. خلاصه تنها بر حرمان بس نمی شود، عذاب عظیم هم به آنها می رسد.
این یکی تنها حسی به آنها نمیرسه بلکه لهم عذاب عظیم هم. تعمیم بعد از تفسیر ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، آنهایی که عوض کردن کفر را به مقابل ایمان، ایمان را گذاشتن کفر را انتخاب کردن، هرگز خدا را ضرر نمیدن. این کافرها و این منافقین خدا را یعنی دین خدا را اینها نمیتونن ضرر بدن. ولهم عذاب علیم، برای آنها عذاب علیم در آخرت هم هست. کفار توی ناز و نعمتن، منافقین هم توی ناز و نعمتن، میخورن میگردن تمام امکانات. الله تعالی میگه کافرها فکر نکنن که این مهلتی که من به آنها میدهم اینها در برابر پیغمبر من قرار میگیرن، در برابر دین من قرار میگیرن، در برابر بندگان خوب من قرار میگیرن. این کفار و این منافقین از این مهلت من سوی استفاده نکنن که این مهلت من برای آنها خوبه. من اینها را مهلت میدهم برای عذاب علیم آماده میکنم. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. این ان اما مصدری جمله را به معنای مصدر میکند، من همونطور معنای مصدری میکنم. فکر نکنن کفار که مهلت دادن من برای آنها خیر است برای آنها. این فکر نکنن که من آنها را مهلت میدم، اونها با پیغمبر من درگیرن، من به آنها نان میدم، آب میدم، این مهلت من برای آنها خیر است. این فکر نکنن، این دماغ خود را بیارن تصفیه کنن. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. من بین خبیثه ها مهلت میدن تا گناه اینها بیشتر بشه و غضب من بالا بزنه. غرض املا لیزدادوا اثما هست و لهم عذاب مهین. برای اینها در دنیا عذاب اگر نیاید عذاب مهین در آخرت هست. کفار امروز توی شادمانیه، منافقین هم توی شادمانیه. الله تعالی میگه فکر نکنن اینها که این مهلت من برای آنها خیره. من اینها رو مهلت میدم تا جنایت اینها روز افزون بشه، هر روز جنایت بیشتر کنن، کفر بیشتر کنن، دسیسه بیشتر کنن تا عذاب مهین برای آنها آماده باشه. عذاب مهین برای گناههای زیادی، نه برای گناههای کم. برای گناههای کم تطهیر میشه مسلمانها. لیزدادوا اثما، اگر در دنیا عذاب نیاید لهم عذاب مهین در آخرت است. بله اونها که کفر کردن دلان کفر کردن الان به صورت اصلا منافق درونش کافره. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، تعمیم بعد از تفسیر مراد الذين اشتروا الكفر بالایمان کفار و منافقان. خب اینجا هم کفار، اگر منافق درونش با کافر یکیه بلکه از کافر خبیث‌تره و بعد قیامت فاینترین طبقه جهنم مال منافقه. و منافق به کسی میگن که با زبان کلمه میخوانه درونش با کافرها هست، کافرها را تایید میکنه، مسلمانها را تایید نمیکنه. منافق اصلا خسیستره از کافر و پایینترین و مهمترین طبقه جهنم مال اونها. ما کان الله لیذر المؤمنین، این جواب یک سوال مقدره که خدای عزوجل چرا با جهاد مؤمنین را امتحان میکند، از کافرین ممتازشون میکنه. خدا همینطور خبر میداد که فلانی منافق فلانی مؤمنه، تو الله تعالی میگه این امکان ندارد که به تک تک من این ابلاغ را بکنم. من یه قانونی میارم، توی اون قانون مؤمن از کافر ممتاز و یکی از اون قانون من جهاده. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، نیست خدای عزوجل که بگذارد مؤمنین را بر آن حالتی که شما بر آن حالتی، یعنی اختلاط و عدم امتیاز. آخه اینجا در افغانستان همه مجاهد بودن، الله تعالی بوش آورده تا مجاهد از منافق ممتاز بشه.
اون که مجاهد می جنگه، اون که منافق همکار میشه. سنت الهیه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، بر آن حالی که شما بر آن حالتی، اون حال اختلاط و عدم امتیاز، مخلوط مؤمن با منافق. چه؟ بر آن حالتی که شما مؤمنین و منافقین بر آن حالت هستید، یعنی حال اختلاط عدم امتیاز. مؤمن از منافق ممتاز نیست، خدا این حالت را نمیخواد بگذارد و الله تعالی این حالات را میارد تا مؤمنین را از کافرین ممتاز بشوند. حتی یمیز الخبیث من الطیب، با نزول شدائد خبیث و منافق را از طیب و مؤمن ممتاز میکند. اصلا خدا نمیگذارد. باقی جواب سوال مقدر بدون نزول شدائد اطلاع میداد. از منافقین تو ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، الله تعالی تک تک شما را بر غیب مطلع نمی کند، وحی نمی فرستد. ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء، خدا برمی گزیند از پیامبرانش هر کس را بخواهد و به او وحی می فرستد. لیکن شما که رسول نیستید. یجتبی لرسالته من یشاء از بیضابی، یا برمی گزیند از پیامبران هر کس را بخواهد و او را مطلع بر غیوب می کند، که بر بسیار منافقین رسول الله مطلع بود، صحابه نمی دانستند. و بعضی چنان منافق بودند که خود پیغمبر هم نمی دانست. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. بسیار مرموز بودند. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. پس این شدائد، این جهاد، این به اصطلاح شهادت برای اینه که مؤمنین از کافرین. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، بر آن حالتی که شما مؤمنین هستید که حالا مؤمن و با منافق همه در صف میایید، ممتاز نیستید، خدا نمیگذاره. من اعتقاد من همینه که انسان آها در شرق و غرب ایران یک آزمون الهی هست که مؤمنین از غیر مؤمنین، منافقین از مؤمنین جدا بشن. اونها که مؤمنن خدا پرستن از اونها که منافقن تو دغبازن، به زبان ایمان دارند و اما ما شماما ریش دارن، ممتاز بشن. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله و رسوله. وظیفه شما اینه با اخلاص به حرفهای خدا ایمان داشته باشید و رسولا. اگر شما ایمان واقعی داشته باشید و تقوا داشته باشید، مخالفت امر خدا و رسول نکنید، فلکم اجر عظیم. لا يحسبن الذين يبخلون. حالا اعاده مضمون انفاق، چون جهاد انفاق میخواهد. الله تعالی میگه آنهایی که بخل میکنن در راه خدا، در راه جهاد، در راه اهداف عالی اسلام خرج نمیکنن، اینها در حقیقت بخل را با خودشان میکنن. گمان نکنن آنهایی که بخل میکنن به آنچه خدا به آنها داده از فضل خودش، که این بخل خیره برای آنها، در موارد لازمی و ضروری خرج نمیکنن. گمان نکنن آنهایی که بخل میکنن به آن ناز و نعمتی که خدا به آنها داده از فضل خودش، که این بخل خیره برای آنها. هو خیر لهم، این راجع به بخله، این برای آنها خیره، بخل خیره. بل هو شر لهم، بلکه این بخل شر برای آنها. آنهایی که مال خرج نمیکنن در راه خدا، مال را خدا به آنها داده. الذين يبخلون بما آتاهم الله، از فضل خودش. هو خیر لهم، این بخل خیر برای آنها. نه بل هو شر لهم، این بخل برای آنها شره. چطور؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه،
به صورت یک ماری توخ کرده می شود آن مال که بخل کردن و در راه خدا خرجش نکردن روز قیامت. به صورت یک ماری به گردن اینها توخ میشه. مالی که در راه خدا خرج نشود، زکات داده نشود، در راه پیشبرد اسلام انفاق نشه، اون مال به صورت ماری به گردن اینها توخ میشه. بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به. توخ داده میشوند به صورت مال، اون مالی که بخل کردن با آن مال در روز قیامت در گردن آنها توخ میشه. توخ نه که چیزی به گردن میپیچنی، همینطور توخ میشه و یک سرش به شهرگش وصله، میمکه از خونهایش که تو خون دیگران را نکیدی و جمع کردی مال. خدا نجات بده. حماقت بخیل. الله تعالی میگه بخیل وقتی در راه خدا خرج نمی کنه، حتی زکاتش را نمی دهد، او در حقیقت خیلی احمقه. این ثروت فردا میمیره، کل ثروت میمانه برای دیگران، برای خدا میمانه. سرانجام موت می آید و همه چیزها را در اختیار ما میمانند. الله تعالی میفرماید حماقت بخیل را بیان کرده. ولله میراث السماوات والارض. به خدا اختصاص دارد میراث آسمان ها و زمین، همه چیز برای خدا میراث میشه، میماند برای خدا. اینا را باید بدی، عزت شما هست، شرافت شما هست. والله بما تعملون خبیر. ترغیب اخلاص. الله به آنچه شما عمل میکنید خبر دارد. شکوه برای کسانی که در جهاد انفاق نمیکنند. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سبحان الله. این خبیثان وقتی که سرمایه‌دار همه یهود و نصارا بودن، خیلی پولدار بودن، خیلی سرمایه‌دار بودن، وقتی بینا دستور داده شد که در راه خدا انفاق کنید، خدا فقیر شده از ما میخواد، ما غنی. الله تعالی از این سخن خیلی مقت و غضب خدا بالا گرفت. به تحقیق خدا شنید، یعنی مجازات میکند قول آنهایی را شنید که گفتن استهزاء و تمسخرا ان الله فقیر و نحن اغنیا. الله فقیر است ما غنی، الله فقیر ما غنی، ما را میگه انفاق کنید. سنکتب ما قالوا. تنها به شنیدن اکتفا نمیشه، من خدا مکتوب کردن آن اینها گفتن، فرشته ها را گفتن بنویسید این حرف را، و همچنین قتل آنها را که انبیا را کردن به غیر حق. این دو تا جرم برابرند. ان الله فقیر و نحن اغنیا با قتل انبیا برابر است. ذات عظیم خدا را اهانت کردن بی ایمان. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. اینکه ان الله فقیر و نحن اغنیا با قتل انبیا برابر، این من مکتوب کردم. تنها به شنیدن اکتفا نیست. و فردای قیامت این ذلیل ها را میگم ذوقوا عذاب الحریق. شما ذات عظیم خدا را اهانت کردی. نطفه بی ناچیز تو چنان جرأت میکنی که بگی ان الله غنی و نحن اغنیا؟ استهزاء تمسخر. وقتی انسان مغرور میشه، وقتی انسان متکبر میشه، وقتی انسان جانی میشه، هیچ چیزی چنین حرفا از دهنش در میاد. و ما میگیم اینها را پردای قیامت ذوقوا عذاب الحریق. این عذاب بما قدمت ایدیکم، ظالمانه نیت به خاطر شما ذات عظیم الله را اهانت کردید. گفتید الله فقیر ما غنی، تمسخر کردید، استهزاء کردید ذات بسیار عظیم را. همیشه سروران گرامی گاگای انسان ها شوخی میکنن در جنبه خدا یا رسول. خیلی گناه بزرگی. شوخی بازش بابا شوخی نسبت به خدا و رسول با ادب، با احترام، با خوف انسان باید حرف بزنه. چه الله حاضر ناظر میشنوه. شوخی هم با خدا، نعوذ بالله. عظمت خدا، کبریایی خدا،
جلال خدا. خود انسان با احترام، انسان با یک انسان بزرگی اگر شوخی بکنه نمیگه بیادبیه. یکی مثلا بره با شیخ الاسلام شوخی بکنه در حد شان اون نه، ها تو هر که میگه بیادبه. الله ذاتش خیلی عظیمه. این خبیثه ها شوخی کردن گفته ان الله فقیر و نحن اغنیا. الله تعالی فرمود اینها من اهانت کردم. الله غنی حمید. اینها را من ناحق عذاب نمیدن. این عذاب به ما قدمت ایدیکم هست. و ان الله لیس بظلام للعبید، بدون جرم عذاب بدهد. الله تعالی ظلم کننده به عبید نیست. اینجا مبالغه نیست، یعنی فی ظلم نیست. بدل از قول الذی لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر. اینها چه کسانی هستند؟ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. اینا که گفتن الله فقیره اون کسانی هستند که گفتن خدا از ما قول و قرار گرفته که ما به هیچ رسولی ایمان نیاریم مگر زمانی که اون رسول این معجزه را بیارد که قربانها را آتش بخوره. خدا از ما این حضرت در تورات انجیل در کتابها گرفته اون پیغمبر را ما قبول میکنیم که قربانی بیارد و آتش بیاد این قربانی را نابود کنه. اون زمان ما ایمان بیاریم. یعنی این معجزه تا نیاید ما ایمان نمیاریم. حالانکه این معجزه رسول الله نیست. قربانی ها در زمان رسول الله در دین رسول الله فقرا مساکین میخورن. در گذشته قربانی ها را آفتی از آسمان می آمد نابود. هر که قربانی می برد قبول می شد، آفت می آمد این نابود می کرد. و قربانی ها در زمان رسول الله به فقرا مساکین خود باید بخورند. اینها که این کلمه زشت را گفتن کسانی هستند که گفتن الله از ما قرار عهد گرفته که ایمان نیاریم برای هیچ رسولی حتی که اون رسول بیارد برای ما یک قربانی را که اون قربان را آتش بخوره نابودش کنه. آتشی می آمد نابود میشه. اینجا قربانی که قابیل و حابیل بردن گذاشتن، قربانی حابیل قبول شد و قابیل قبول. هر چیزی که قبول نمیشد میماند سر جا، اون آتش نمی آمد و اون نابود نمیشد. دلیل قبولیت. قول اینها را بگو شما مؤمنی؟ همون نبی که با این معجزه آمد هم شما قبول نکردی. قد جاءکم رسول من قبلی، آمدن پیغمبرانی قبل از ما بالبینات با معجزات گوناگون و بالخصوص بالذی قلتم با همون معجزه که شما میگی. نبی آمد قربانی ها را آتش خورد، فلما قتلتموه، شما همین نبی را هم کشتید. شما مؤمنی؟ قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموه. چرا شما اون انبیاء را که قبل از من با معجزات آمدن، خصوصا با اون معجزه‌ای که خود شما دارید میگید قربان را نار خورد، چرا شما اون نبی را کشتید، اون انبیاء را کشتید؟ ان کنتم صادقین، اگر واقعا شما مؤمنید و راست میگید. اکنون الله تعالی به رسول الله تسلی میدهد از حرفهای کوچ اینها. ای پیغمبر گرامی شما ناراحت نباشید. فین کذبوک، اگر اینها شما را تکذیب میکنن، یهود نصارا هر روز یک شبهه و یک اعتراضی مطرح میکنن، فلا تحزن، جزاش محذوفه. و علت جزای محذوف فقط کذب رسول من قبلک، تکذیب کرده شدن پیغمبرانی قبل از شما. جاءوا بالبینات و الزبور و الکتاب المنیر، اون انبیاء علیهم السلام دلائل آوردن، معجزات. زبور کتاب کوچک آوردن و الکتاب المنیر کتابهای بزرگ آوردن. صحیفه آوردن، کتابهای کوچک کتابهای بزرگ. و اینها تکذیبشون کردن.
لذا هر کسی که من تاج نبوت به سر گذاشتم ای پیغمبر شما که خاتم النبیینید تکذیب شدن. اذا امت البلیت و سهولت، وقتی مصیبت عامه آسان میشه. هر نبی تکذیب شده، لذا شما ناراحت نباشید. یاده مضمون جهاد، از مرگ نترسید. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس موت را میچشه، چه موت دیبایی که در راه خدا بیاید. از جهاد چرا میترسید؟ که میمیرید نه؟ مرگ یقینی و تاریخ مرگ هم حتمیه، طی شده. کل نفس ذائقة الموت، بعد از مرگ انما توفون اجورکم یوم القیامه، کامل به شما پرداخت می شود اجور شما. توفون، کامل به شما داده می شود اجور شما روز قیامت. توفی و وفا به معنی اعطای کامل، اخذ الشیء وافیا. توفون یعنی تعطون کاملا اجور شما به شما داده می شود. پس تشریح توفون اجورکم یوم القیامت تشریحش اینه فمن زهزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. هر کسی که از آتش جهنم نجات داده شد ابتداء یا انتها و در جنت داخل کرده شد، این کامیابه، برای همیشه کامیابه. ابتداء از آتش جهنم نجات کرد یا انتها گناه کرده رفت ورودش شد، تطهیر شد و برگشت و تو جنت داخل کرده شد، برای همیشه کامیابی. الله تعالی با فضل و احسان خودش از ورود جهنم نجات بده، لیکن از ورود ابدی خیلی سخته، برای همیشه انسان تو جهنم میمانه. خدا نجات بده، الله تعالی از ورود جهنم نجات بده. باقی این دنیا شما میرید در راه جهاد، دنیا ضرر میکنید، میمیرید، کشته میشید، اسیر میشید. الله تعالی میگه چیه دنیا که شما برای ماندنی زن دنیا میماند، زر دنیا میماند، باغ و متاع دنیا میماند. این دنیا یک سامان غروره. و من حیات دنیا الا متاع الغرور، نیست حیاتی دنیا، زر دنیا، مال دنیا، زن دنیا، چیز دنیا الا متاع الغرور، مگر یک سامان غروره، استفاده گرفتن خود میمانه. که در جهاد بیری هم از تو مانده این سامان غرور و فریب. پشت دنیا انسان را مغرور میکنه، زر دنیا انسان را مغرور میکنه، عزت دنیا، قدرت دنیا سامان غروریه. این چیه که بمانه؟ کل حیاتی دنیا متاع غروره، سامان فریب، انسان را دل خوش میکنه. الان دلش خوشه، یک ساعت بعد ناخوشه. دل به این دنیا نداری، فقط چند روز استفاده گرفته میشد و بس دیگه تمامه، هیچ چیزی با دوام نیست. یاده هر دو مضمون جهاد و انفاق فی سبیل الله. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما آزمایش میشوید هم در اموال و هم در انفس. نقص در مال شما میاد، تو جهاد میری مال شما تلف میشه. در نفس شما میاد، خدای عزوجل می قسم، این لام و نون ثقیله در جواب قسم و خود همین چیز را گفت. این نون ثقیله هست. لتبلون، به خدا قسم شما امتحان میشید در اموالتان و در انفس. نقص در مال شما میاد او در نفس شما نقص میآید، امتحان میشید. خدا امتحان آسان کنه، خدا قسم یاد میکنه امتحان میشید. این جهاد یک مضمون الهی، مال میرود، جان میرود. چقدر اموال مسلمان ها به تار از رفت بوش وقتی آمد، چقدر جان به تار از رفت. خدا میگه شو امتحان میشی. لتبلغن فی اموالکم و انفسکم و اضافه لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذى کثیرا. تروریست مفسد، فاسد، این اذای کثیر را هم میشنید. پیغمبر اصحابی، ساحر، کاهن، جادوگر، مفتری، همه نسبتانه بوده. بازم خدا قسم میخوره، منحصر بر نقایص نیست.
بلکه گوشه های شما هم انواع و اقسام نسبت های ناروا. سرور کائنات را مفتری نمی گفت، بسیار دروغ می ساد. افترا هست، دروغی که انسان بساده اونو میگه افترا. شاعر، کاهن، مجنون، جادوگر، چه نسبت های ناروایی. خدا میگه به خدا قسم شما میشنوید من الذین اوتوا الکتاب، از گوشه ها که قبل از شما کتاب داده شده، یهود و نصارا، احبار رهبان و خصوصا از مشرکین، اذن کثیرا، بسیار از سخنان اذیت کننده، کم نه اذن کثیرا. لیکن در مقابل این امتحانات و آزمون در مال شما، در جان شما در جان و مال امتحان میشید و از گوشه ها انواع و اقسام نسبت های ناروا را میشنوید. لیکن راهش چیه؟ و ان تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الامور. اگر صبر کردید در چنین موارد و تقوا را پیشه کردید و لکان خیر لکم، برای شما خیلی خیر میشه. این صبر و تقوا از کارهای همت هست، از اون کارهایی هست که باید بر آنها همت گذاشته بشه، اراده گذاشته بشه، هزینه باید بشه. صبر و تقوا راه نجات شما. لا یخافون لومة لائم، از ملامت کنندگان بابا مشت دیوانه را میخواه ابر قدرتی را شکست بدن. بله شکست میخوره، شما بکشه دسته باش اون ابر قدرت را. اون زمانی که تجهیزات را شکست خورد، حالا که بیشتر تجهیزاته. جنگ با شوروی مسلمان ها با تفنگ های شکار، تفنگ مثل دبور و آهنگرها ساخته بودن شروع کردن. حالا که مردم مسلسلی هم به دست دارن، تیرباری دار، خدا شکستش میده. لیکن صبر و تقوا، ان تصبروا و تتقوا تکان لکم خیر، کان خیرا لکم. فإن ذلك صبر و تقوا از کارهای همت و اراده است. من عزم الامور، یعنی از آن اموری که باید بر این مردم همت و اراده خرج کنه، از خود گذشتگی خرج کنه، ایثار کنه. زجر بر اهل کتاب، وعده کرده بودند که حق را کتمان نمی کنند بلکه آن را تبیین می فرمایند، اکنون آن را نمی پذیرند و کتمانش می کنند. و اذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، یاد کنه پیغمبر اون لحظه را که خدا عهد و پیمان گرفته از این اهل کتاب در تورات، انجیل و در قرآن عظیم و شان که لتبیننه للناس. بار مولا سنگینه، دوبله هست، دوبله شما حتما باید بیان کنید برای مردم، هم خودتان عمل کنید و هم بیان کنید. این دوبله، بار مولا دوبله هست. بیان کنید جمیع مضامین را برای مردم، ولا تکتمونه، کتمان نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانهم منهم. امروز این آیه ها را در جمعه های کتمان میکنه یا تبیین میکنه. این آیه ها را اصلا نمیخوانند. بعضی دل سوخته رفتن تو مسجد نوشته کرده این آیه را پاکش کرده. یاران امریکا، یاد کن اون لحظه را که الله عهد و پیمان الذین اوتوا الکتاب را گرفته که حتما باید بیان کنید برای مردم. ولا تکتمونه کتمان. لیکن این ملا چیکار کرده؟ فنبذوه وراء ظهورهم، قرآن را در 14 غلاف پشت سر گذاشتن. او اشتروا به ثمنا قلیلا، و تعدادی چند دلار از آمریکا گرفتن. اگر آیه یا ایها الذین آمنوا لا
تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اگر این آیه را بخوانند $20 میده. واشتروا به ثمنا قلیلا، ثمن قلیل خرید کردند از سفلا به ریاستی که در علم داشتند. فبئس ما یشترون، خیلی بده اون پول که در برابر کتمان حق و حقیقت خرید شده. قرآن با یهود و نصارا حرف میزنه یا نمیزنه؟ این همه سوره بر علیه نصارا هست یا نه؟ آنهایی که پول خرید کردن و کتمان حق کردن، لبئس ما یشترون، همکاری دارن با ابوسهیل و شارون. و خدا میگه اینها دشمنان سرسخت شما هستند، همکاران با ابوسهیل و شارون و مجاهدین را تعقیب میکنن، تروریست میگوین لبئس ما یشترون. باز هم دوست دارم مردم اینا رو تعریف بکنه، مسلمان بابا ریش داره، رنگوٹه داره. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، گمان نکن اونها را که خوشحالن به اون کتمان حقی که دارند انجام بدن. بما اتوا بما فعلوا، و دوست دارن که مردم اینا را تعریف کنن. بابا سیاست مداریه، با امریکا ساخته، اسلام را دارد دفاع میکنه، و دوست دارند آنها که تعریف کرده شوند به آن کارهایی که اصلا انجام ندادن. یعنی اظهار حق بسیار بصیرت دارد. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، گمان نکن اینها را که کامیابند، فائزین. و مفعول اول لا تحسبن فائزین است، مفعول ثانی. گمان نکن آنها را که خوشحالن به آن کتمان حقی که انجام میدن و دوست دارن که مرد تعریف کرده شوند از طرف مردم به آن کاری که انجام ندادن. فلانی خیلی حقگو هست، حقی بیان نکرده بگه حقگوه. گمان نکن اینها را فائزین، از عذاب کامیاب، به دلیل فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. این مفازة دلالت بر مفعول ثانی لا تحسبن اول دارد. گمان نکنن آنها کامیاب از عذاب. این آیه که کتمان حق میکنن و پول میگیرن و دوست دارن که مردم بگن ولی الله هست، مرجع تقلید حق گو هست، نه ترسه. اینها را گمان نکن که کامیابن. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، گمان نکن اینها را کامیاب از عذاب جهنم، بلکه لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب علیم هست. اللہ تعالی میگه یاده مضمون توحید با دلیل عقلی. لله ملک السماوات والارض، به خدا اختصاص دارد حکومت آسمان ها و زمین. خلقن و ملکن، احیان و اماتتن، رزقن و اعدامن، ایجادن و ابیدن، همه چیز به خدا، ملک آسمان ها زمین به خدا اختصاص دارد. او اگر بخواهد مظلومین را کامیاب می کند. والله علی کل شیء قدیر، بر هر چیز خدا قادره. مشت بی‌دفاع هم خدا قادر غلبه دید. ملک آسمان ها و زمین به خدا اختصاص دارد، ریاست و حکومت آسمان ها زمین. هر جا خدا عزت بده عزیزه، هر کجا ذلیل کند ذلیله.
به تحقیق در پیدایش آسمان و زمین اختلاف لیل و نهار دلائل بیشماری هستن لأولی الالباب، دلائل قدرت خدا، دلائل وحدانیت خدا، دلائل حکومت خدا. این کائنات عظیم را دارد خدا اداره می کند، لیل و نهار را تغییر می دهد. دلائل بیشماری بر قدرت خدا، بر علم خدا، بر حکومت خدا در پیدایش آسمانها و این زمین پهناور، در اختلاف لیل و نهار دلائل بیشماری برای صاحبان عقل هستند، اونا که مستفید من الآیات می شوند. کدوم عالم ها صاحبان عقلند؟ کدوم دانشمندن؟ لأولی الالباب برای دانشمنده ها دلائل بیشماری هست که بر قدرت خدا دلالت دارن، بر علم خدا دلالت دارن، بر حکومت و ریاست خدا دلالت دارن. از این دلائل کی استفاده می کند؟ علامات اولو الالباب. دانشمند کیا هستند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اونهایی که اللہ تعالی را یاد می کنند در حالی که ایستادن از دین خدا دفاع می کنند، در حالی که در سنگرها نشستن خدا را یاد می کنند، در حالی که خوابیدند و با دشمنان جنگ می کنند. انسان سی حالت داره، در هر حالت برای کی جنگ می کنه؟ برای اینکه سیطره کفر بیاد پایین و حکم خدا بره بالا. مناسب این آیه داره معنا می کنه. اونایی که اللہ تعالی را یاد می کنن نشسته، ایستاده، خوابیده، انسان سی حال خالی نیست، نه؟ از خدا و از فرمان خدا غافل نه، همه کاری او برای خدا هستن. قیاما قعودا علی جنوبهم، و باز تفکر میکنن در پیدایش آسمانها و زمین و نتیجه تفکر اینه که ربنا ما خلقت هذا باطلا. صفت اول در هر حالت الله سبحانه و تعالی را یاد میکنن و بعد تفکر هم میکنن در پیدایش آسمانها و زمین و نتیجه تفکر اینه که میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربا این کائنات بزرگ را تو عبث و باطل خلق نکردی که بوش سگ بازی کند و بگردد، تو برای یک هدف عالی خلق کردی. باید اینجا تو اطاعت بشوی، پشت سر جنت نصیب بشه. سبحانك، تو پاکی رب از این که کار بیهوده بکنی. فقنا عذاب النار، ما را از عذاب جهنم نجات بده. تو کار بیهوده نکردی. اولو الالباب کی را صدا میزنن؟ اینها اولو الالباب که غیر الله را صدا میزنن یا گمراه ترین انسان؟ شما میگید وسیله نجات اولو الالباب یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی، اگر زبانینا ساکت مغز اینها تفکر میکنه. مغز اینها چکار میکنه؟ تفکر میکنه و نتیجه فکر و ذکر اینها را به خدا میرساند یا به غیر الله میرساند. چنان میرسند مبهوت میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربا این هست دانشمند، اینها دانشمندند که مخلوق عاجز خدا را صدا میزنند. دانشمند اینها هستند که هر حال خدا را یاد میکنن، حالت قیام، حالت قعود، حالت خواب. اینها زیاد خدا غافل نیستند و اگر زبان اینها ساکت فکر اینها کار میکنه، یتفکرون و نتیجه ذکر و فکر اینها را به خدا میرساند که میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. این کائنات عظیم را، این هستی های عظیم را، این انسان را که سوار بر
موشک و سوار بر جت و سوار بر B-52. تو خدا که اینها را باطل خلق نکردی که اینها فساد کنن که مردن تمام میشه. این کائنات عظیم، این دریای ذات امواج، این خورشید تابان، این ماه و ستارگان، این لیل و نهار، سردی گرمی، گاگاه چند درجه زیر صفر سرده که هر جا دنیا یخ بسته و گاگاه چند درجه بالای صفر گرمی. سردی زیر صفر هم گرمی بالای صفر، 48 درجه بالای صفر گرمی. این همه بیهوده هست، خود به خود میشه. دم بدم داریم به سرما نزدیک میشی. چه سرمایی میآید؟ آب میریزی یخ میبنده، آب داره میریزه در مسیر یخ میبنده. ربا که اینها را ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، تو پاکی که کار عبث بکنی، کار بیهوده بکنی. خدا این گوش این همه قدرت دادی که فساد کنه و بعد این بازجویی نکنی بی ایمان را. این انسان این مغز دادی، این همه مصنوعات را براه انداخته، این همه ساختمانها را اداره میکنه. این تو خدا خلق کردی که این بمیره دیگه تمامه. نه 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 نه. سبحانک فقنا عذاب النار. مبهوت میشن ربا ما را از عذاب جهنم نجات بده. اینها اولو الالباب. اولو الالباب غیر الله را صدا میزنن. وسیله وابتغوا الیه الوسیله. و وسیله اولو الالباب چیه؟ یذکرون الله قیاما و قعودا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. نتیجه ذکر و فکر چیه؟ ربنا سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. دیگر ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. ربا هر کسی را که تو وارد جهنم بکنی تو را ذلیل و خار کردی. آنهایی که تمرد کنند از ذکر تو قیاما و قعودا و از تفکر در قدرت و ذات تو و در این مصنوعات عظیم و آنها را تو داخل جهنم میکنی و هر کسی را که تو در جهنم وارد کنی تو او را ذلیل کرده برای همیشه. و ما للظالمین من انصار. این ظالم ها که خدا را در سهالت یاد نمی کنند، سرپیچی از فرمان خدا دارند، نه قیاما خدا را یاد می کنند از خدا اطاعت می کنند، نه قعودا از خدا اطاعت می کنند و نه علی جنوبهم از خدا اطاعت می کنند. اینا را که تو جهنم داخل کنی تو اینا را ذلیل کردی و برای این ظالمین هیچ یار و یاوری نیست. یک مظلومی را زندان کرده بودن و همین آیه را برایش می‌خواندند که ما للظالمین من انصار. آخر ظالم انصار ندارد، مظلوم ها نجات میکنه، ظالم انصار ندارد. معروض سوم، معروض اول فقنا عذاب النار. وجه معروض اول ما للظالمین من انصار. معروض اول از زبان ذکر میکنن، فکر میکنن با مغز. او عرض اول فقنا عذاب النار، ثمره ذکر و فکر اینه که خدای ما را از آتش جهنم نجات بده. عرض اول خدا را یاد میکنند و تفکر میکنند. عرض دوم آنها فقنا عذاب النار. عرض سوم آنها اینه که اظهار ایمان میکنند. ربا اننا سمعنا منادیا. ما شنیدیم ندا کننده ای را که ینادی للایمان، ندا میکرد برای ایمان و میگفت آمینو بربکم فآمنا. ما ایمان آوردیم. و وسیله نجات اولو الالباب چیه؟ آمنا هست، ربنا هست یا غیر الله را صدا زدن. بزرگترین منادی کیه؟ قرآن. منادی کیه؟ رسول الله.
منادی کیه؟ وارثان رسول الله. دعوت ایمان میدادن، آمنا، ما ایمان آورده ای. لذا بعد از ایمان که وسیله نجات ما هست، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، ربا ببخش برای ما گناه ما را. ارتفاع شرایط جهنم گناه است، این گناه را مرتفع بفرما. و کفر عنا سیئات، عفو فرما از ما سیئات، ذنوب گناه های بزرگ، سیئات گناه های کوچک. و آخرین معذور اینه که توفنا مع الابرار، موت بده ما را در لیست ابرار، همراه با ابرار. ربا عنایت بفرما به ما آنچه که به ما وعده دادی به زبان انبیاء، و ذلیل نکن ما را روز قیامت که انک لا تخلف المیعاد، تو خلاف کننده وعده ها نیستی، تو خلاف وعده نمی کنی. میاد بمعنی وعده، انک لا تخلف المیعاد. این صفات اولو الالباب. و در اینها ندای غیر الله هست، وسیله یعنی انبیاء. و این اولو الالباب انبیاء هستن یا نه؟ اولو الالباب اولیاء هستن یا نه؟ انبیاء و اولیاء کی را فریاد میزنن؟ از کی پناه میخواه؟ از چی چیز پناه میخواه؟ وسیله. این اولو الالباب بندگان مقرب الهی هستند. هر که این کیفیت را داشته باشد الله جوابش میده، فاستجاب لهم ربهم. برای اولو الالباب فوری جواب میدهد به آنها، رب آنها که من رب ضایع نمی کنم عمل کننده را از شما، مرد باشند اولو الالباب یا زن باشند، مساوات قانون. و بندگانی که این صفات را دارند یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، و تفکر دارد در پیدایش آسمان ها و زمین، و نتیجه ذکر و فکر آنها را مبهوت می کند و نسبت به قیامت معتقد میشن و میگن فقنا عذاب النار. سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. این همه مناجات، این همه معروضات بندگان صالح. اولو الالباب انبیان، اولو الالباب صدیقینن، اولو الالباب مجاهدینن. اونهایی که این صفات را دارن رب آنها جواب میدهد که من ضایع نمی کنم عمل کننده شما را، زنی باشد یا مردی، مساوات قانون من. چرا؟ علت مساوات کو من بعد هیچ فرقی ندارید. شما از یک دیگر پیدا شدید، همین زن از مرد پیدا شده او همین مرد از زن پیدا شده. هست مردی که از زن استثناء باشد و هست زنی که از مرد استثناء باشد. شما از یک دیگر پیدا شدید، هیچ فرقی ندارید. همین مرد از همون زن پیدا شده، همون زن از همین مرد تولید شده. شما برای من فرقی ندارید. این صفات در هر کسی باشد فوری خدا به جواب میده. خصوصا جواب ویژه به کسی کی میده؟ فالذین هاجروا، آنهایی که در راه خدا هجرت کردند، یاد مضمون جهاد، و از خانه ها به زور اخراج کرده شدند با B52 و با همراهان B52. و اوذوا فی سبیلی، و در راه من خدا اذیت و آزار رسانیده شدند به عناوین مختلف. اوذوا فی سبیلی، در قفس‌ها اسیرن. یکی گفت اینها در همون قفس‌ها حافظ قرآن شده. سبحان الله، خدا چقدر حوصله میده. این همه شکنجه و این همه اسارت حافظ قرآن شده، اکثر آنها حافظ قرآن شده. قرآن هم میده بدنا خدا که اینها را بده، پدرش اونم ترک نمیده. یک شاید حافظ بده باشه دیگه تکرار پیدا کسانی را که آزاد کرده آمدن گفتن اکثر آنها حافظ قرآن شدن. اوذوا فی سبیلی به عناوین مختلف و قاتلوا، قتال کردن. از این بیشتر از اذیت هم گذشتند و قتال کردن و قتلوا، کشته شدن
دو وعده نه، به خدا قسم، به پروردگارش شما قسم که من معاف میکنم از آنها سیئات آنها را و من داخل میکنم آنها را در باغ‌هایی که جاری از زیر آنها نهرها. همه اینها جایزه من عند الله هستند و الله نزد او حسن مآب، بهترین جایزه. و با مجاهد خدا وعده چه وعده دارد؟ چوکی و کرسی کابل و کندهار میده. چه وعده دارد؟ تکفیر سیئات و دخول جنت. فالذین هاجروا، من گاهی بعض مجاهدها را میگم ببینید شما هاجرو هستی، ناراحت کی نمیشی، شما هاجرو هستی، من هم میگم شما هاجرو کردی، رخت خواب شما روی شانه. اخرجو من دیارهم هم هستی، در بدری دید مسجد بیان مسجدی، اذیت میشی در این مسجد، کاسو کوزه برمی دارید، لیکن قاتلو و قتلی کجا؟ 5 شرط و الذین متضمن معنی شرط موصول واصله. لو کفرن عنهم اولین خبره و لو ادخلنهم دومی خبره. پس اونهایی که هجرت کردند و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا، اولین جایزه و خبر لو کفرن عنهم سیئاتهم. دومی ولا ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. من شما سهم من شما کجای؟ خدا رحمت فرمایا سهم شما پشت سره. دو گروه را الله تعالی وعده جنت کرده، سرفروشان و آنهایی که اظهار حق و خریجت نه جوکه نه بکه. در آخر سوره اگر شما اینطوری باشید شما را هم الله تعالی وعده جنت، دو گروه را در جنت میبره. یکی اون مجاهدین را و دیگر حق گویان، اونا که حق و حقیقت را بگن، خود را به پول نفروشن، اینها هم خدا وعده جنت. خب وعده به قول کمونیستها فلوی خیالی، این کافرها سوارن بر B-52، گاهی امریکان، گاهی مصرن، گاهی آلمانن، گاهی کدام دنیا. بوش با آخرین سیستم هواپیماها در حال گردش، گاهی یک شبی جای روزی جای. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اور نبی مکرم و مجاہد فریب ندهد شما را تقلب کفار در قره خاکی در این شهرها که برای حدود دنیوی، برای تجارت و حکومت اینها تقلب دارند در شهرها، گاهی در این استان و گاهی در آن استان، گاهی اینجا استقبال و گاهی اونجا استقبال. برای تجارت امضا میکنن، تجارت نامه با نفت از عراق میرود به کجای دنیا، تجارت میشه کجای دنیا، بوش امضا میکند و این ثروت مسلمان ها را غارت میکند. الله تعالی میگه فریب نخورید، همین نفت ها را من اون آتش نزنم. متاع قلیل، سامان مختصری بوش دادم، 4 روز بخوره بگرده، ثم مأواهم جهنم، بعد جای اینها تو جهنمه و بئس المهاد، بدترین جا جهنم. باشه متاع قلیل بخورن. قرآن چطور جواب میده؟ وعده سر خرمن بهتره یا این متاع چند روزی بهتره؟ جد مومنین من در باغا تجری من تحتها الانهار و بوش در جهنم چی میشه؟ اینا فوقش 20 سال 30 سال اسیرن، بوش برای همیشه تو جهنم اسیر میشه. قرآن کتاب رب العالمین. از جهنم کی استثناء هست؟ لکن الذین اتقوا ربهم، اونها که از پروردگار میترسن. این مجاهدین هم رستگارند و دیگه آنهایی که از ربشان میترسن.
لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله. و آنچه که نزد خدا از خیر برای ابرار، از این دنیا، از دلار دنیا، از زر دنیا، از امامه گوشی که دنیا به ملاها داده، و ما عند الله خیر، هم کیفن و هم کمن برای ابرار. از ابرار کیا هستند؟ اون علماء ربانی. و ان من اهل الكتاب، بعضی از اهل کتاب البته کسانی هستند که ایمان دارند به خدا، ایمان دارند به ما انزل الیکم، ایمان دارند به ما انزل الیهم، و خاشعین لله، فقط پیش خدا تضرع و عاجزی میکنند. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، خاشعین لله کیفیت اینه که نمی فروشن به مقابل آیات الله ثمن کم. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، اینها هم اجر نزد رب دارند. ان الله سریع الحساب، الله تعالی فوری حساب میکنه. پس علماء ربانی خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، به تعبیر حضرت استاد نجوک نبکه، در برابر ظالم تسلیم نشوند و خود را نفروشند. نجوک نبکه یعنی تسلیم نشوند در برابر ظالم و خود را برای دلار نفروشند. این صفات اون علماء ربانی هستند که الان دارن نبرد میکنن در دنیا. تسلیم نشدن برای چوکی کابل و کندهار، نه چوکه او نبکه، نه تسلیم باشن در برابر کافر، دست روی سینه بگذارن، فقط دستشون برای خدا روی سینه میشه، او نه تسلیم نشن، خاشعین لله باشن، فقط پیش خدا عاجزی کنن، پیش کسان دیگر نرن، دست روی سینه نگذارن، کارتنی که بر ندارن زیر بغل نکنن، خاشعین لله باشن، لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، کتمان نکن آیات الهی را، بیان کن. اینها هم اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. عجله نکنید، خدا زود حساب میگیره. خلاصه سوره اجمالا یاده مضامین اربعه صراحتا و کنایتا. یا ایها الذین آمنوا توحید و رسالت، اصبروا این بر ایذا رسانی در مقابل دشمن، صبر کنید، صابروا مقابله کنید با این خبیثان، و رابطوا و برای مقابله آنها تجهیزات نظامی را آماده کنید. واتقوا الله، با این آمادگی ها صابرو منه مقابله کنید، با صبر بر آنها غلبت کنید. صابرو را اینطور معنی کنید، با صبر بر آنها غلبت کنید. رابطو تجهیزات نظامی آماده کنید، اسب ببندید سر سرحد، تانک و توپ و تجهیزات را آماده کنید. واتقوا الله، در این مسیر از خدا بترسید. لعلکم تفلحون، شما رستگار میشید. رستگاری ما خلاصه دو سوره را با ایمان و جهاد و تجهیزات جهادی شما در دنیا آخرت رستگار میشید. رمزی که امت رستگار میشه ول کرده، اصبروا و صابروا و رابطوا. اینا کامیاب نمیشن. کامیابی با اصبروا و صابروا و رابطوا بعد از ایمان. مؤمنین شما که توحید را پذیرفتید، رسالت را پذیرفتید، قرآن را پذیرفتید، معاد را قبول دارید، این وظایف شما. اصبروا، صبر بفرمایید، صابروا مقابله کنید با دشمن، خوب مقابله کنید،
رابطو در حالت احتمال مقابله شما رباط خیل کنید، یعنی اسبهای جنگی را سر سرحد ببرید، آماده کنید، برای تانک و توپها را آماده کنید، تجهیزات نظامی را آماده کنید و از خدا هم بترسید دیگه در این مسیر جنایت نکنید. اینجا گفت لازمو صغورکم مستعدین للکفاح. همینه صغورکم چی میگه؟ صغور سرحد را رابطو اسبها را ببرید، تیربارها را مستقر کنید جایی که دشمن میخواهد بیاید. اینها تیربار را مستقر کردن، بله منافقهای درون تیربارها را زدند از بالا. للکفاح والغزو. بله برای مقابله آماده بشید، برای غزو آماده بشید. رابطو من گفتن این از رباط خیل است. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. آمادگی کنید برای این کفار. رابطو به معنی آمادگی نظامی کنید، جنگی کنید. اسب ببندید. اون زمان رباط خیل اسبها را می بردن سر سرحد مستقر می کردن. اسبی که 4 روز از اینجا بره تا سرحد تو خسته میشه، جنگ نمی کنه. این اسبها را اون جایی که سرحد شما هست مگر مستقر کنید که اگر دشمن آمد یا شما رفتی دیگه اسب شما خسته نشه. رابطو رباط خیل هست. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. هر قوتی که دارید، قوت را پیغمبر فرمودن الرمی و الرمی و الرمی، سلاح سنگین، سلاح سبک و سلاح خیلی سنگین. امروز 3 تا سلاح داریم، موشک غاره‌پیما، سلاح های سنگین و سلاح های سبک. پیغمبر فرمود شما قوت تیراندازی کنید، تمرین نظامی کنید. رابطو را الان من معنی میکنم، تانک و توپ و تیراندازی، موشک اندازی، اینا را همه آماده کنید. از خدا هم بترسید، نافرمانی نکنید که شکست میکنید. دستورات الهی را در مسیر جهاد نقض نکنید. از خدا بترسید، باید کامیاب شید. از روزی که ما رابطو را ویل کردیم، از روزی که ما اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل را ویل کردیم، ما توی سری میخوریم. کفار آمادگی کردن، رباط خیل کردن، تانک و توپ و گلوله ساختن و حکامه های مسلمان ها اینها خوردند و خوابیدند و تماشا کردند. الان اونها حاکمیت میکنند. مگه این حاکم های دولت های اسلامی چقدر تملک و خوشامد میکنن بابوشو بله؟ نمیکنن؟ بس نمیکشن بدبختان. قدرت نداره یک شعاری بده باب کشور مسلمان ها را بیل کنید. بگذاری مسلمان نهای عراق را، بگذاری ملت عراق را، بلا ملت افغانستان را همه چکو میکنن. نه ما اینها را ما با اینها آغایی میکنیم. یعنی ما این ملت ها با خود درگیر اونها سوی استفاده کردن. اون ملت ها هم 2 صنفه، یک عده کافر کمونیست هم بی ایمان و یک عده مسلمان هم. مسلمان ها از کافر ها تبعیت کنن، یعنی که اسلام اجازه نمید. از دهری ها، از کمونیست ها، اونهایی که شریعت قرار اسلامی را، حدود مقررات خدا را نافذ نمی کنن، مسلمان هستن، اونها اطاعت کنن. همینایی که دست نشانده گوشن، اینا عرضه دارن بگن که ما دست دزدها را قطع میکنیم، عرضه دارن بگن که ما زانیها را رد میکنیم، عرضه دارن بگن ما قطاع و طریق دست و پا قطع میکنیم. عرضه دارن؟ اینا عرضه دارن بگن زنان را حجاب کنید. آیا اینا احکام الهی نیستن؟ الله سبحانه و تعالی با فضل و کرم خودش مجاهدین را کامیاب بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.